Президент جمهوری تاجیکستان، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. جوانان عزیز، همه شما را به افتخار روز جوانان که یکی از جشن‌های فرح‌بخش تاجیکستان صاحب سال می باشد صمیمانه تبریک میگویم. پیشبرد سیاست دولت در ساحه جوانان از سال‌های اولی صاحب سالی یکی از سمت‌های افزایش‌ناک فعالیت حکومت کشور اعلان گردیده است.